ایران آمریکا را به آن متهم کرد که می‌خواهد با بهانه دروغین جنگ در سوریه را شدت ببخشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صحیفه‌اش در توییتر نوشت تهدید آمریکا به سوریه به نفع گروه دولت اسلامی می‌شود. از این پیش حکومت آمریکا گفت که سوریه به حمله نوی کیمیایی آماده می‌شود و در صورت چنین حمله بهای گرانی می‌پردازد. درباره این رد و بدل‌های آمریکا و ایران در رابطه با سوریه صحبتی داریم با گلناز اسفندیاری، همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی. گلناز، به برنامه ما خوش آمدید. اول درباره رد و بدل‌ها بین آمریکا و ایران میگفته که در رابطه با مناقشه در سوریه بیشتر می‌شود. همونطور که میدونید ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و از هر گونه اقدام علیه اسد به هر حال نگران هستند. فکر می‌کنم این توییت آقای ظریف هم یک واکنشی هست به همین مسئله، یعنی در ادامه حمایت‌های ایران از سوریه هست. البته آقای ظریف مدعی هست که آمریکا بر اساس بهانه دروغین میخواد اقدامی علیه سوریه انجام بده، ولی آمریکا میگه که اطلاعاتی به دست آورده که سوریه در حال تدارک یک حمله شیمیایی یا کیمیایی به قول شما در سوریه هست که حمله شبیه اون حمله در آوریل که حدود 100 نفر در اون غیر نظامی کودک کشته شدند. و این احتمال وجود دارد که بازم در رابطه با مسائل سوریه روابط بین آمریکا و ایران بدتر شود، هرچند روابط خوبی نیست بعد از آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. دقیقاً ما همینجور شاهد بودیم که از زمان انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تنش‌ها بین دو کشور در حال افزایش بوده. فعلا بیشتر اینها در حد حملات لفظی هست بین دو طرف، ولی مسئله اصلی اینجا که اینه که اون مثلا توافق هسته‌ای رو هر دو طرف بهش متعهد هستن، ولی ممکنه در زمینه سوریه این تنش‌ها افزایش پیدا کنه. خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار دادش که این هشداری که آمریکا به سوریه داده در حقیقت به روسیه و ایران هم هست به عنوان حامیان اصلی بشار اسد و آمریکا امیدواره که ایران حمایت نکنه از اسد. به هر حال بله، فکر می‌کنم که ممکنه این تنش‌ها افزایش پیدا کنه در روزها و هفته‌های آینده. و در رابطه با مسئله دیگر و به خصوص منع 90 روزه ورودی از جمله شهروندان ایران به آمریکا، واکنش تهران در رابطه با این قرار چگونه بود؟ تهران همیشه این فرمان آقای ترامپ رو محکوم کرده، انتقاد کرده به شدت از اون. از زمان اولی که مطرح شد آقای ترامپ این فرمان رو امضا کرد که البته با چالش‌های مختلفی مواجه شده در آمریکا، در دادگاه‌های آمریکا. آقای ظریف باز در توییتر گفتش که در واکنش به این فرمان آقای ترامپ دیروز نوشت که به جای سیاست‌هایی که افراطی‌ها را تقویت می‌کند، ایالات متحده باید به جنگ واقعی علیه آنها بپیوندد. ایران، وزارت خارجه ایران هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران محکوم کرد و گفتش که این یک فرمان تحقیرآمیز هست، نشان دهنده تحقیرآمیز هست نسبت به شهروندان کشورهای مسلمان از جمله ایران و تبعیض‌آمیز هست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتش که آمریکا چشش رو بسته روی مسببان اصلی حملات تروریستی در آمریکا، چون همونطوری که میدونید حدود 15 تن از کسانی که روز 11 سپتامبر حمله کردن در اون حملات شرکت داشتن از عربستان سعودی بودن و عربستان سعودی جزو این کشورهایی نیست که با منع سفر به آمریکا مواجه هستند و گفتش که آمریکا، رئیس جمهور آمریکا از اول رفتارهای تحقیرآمیز داشته نسبت به شهروندان کشورهای مسلمان از جمله ایران و گفتش که ایرانی‌ها و شهروندان کشورهای دیگه دنبال خشونت نیستن و همیشه قوانین رو رعایت کردن در آمریکا و جاهای دیگه. تشکر. همکارم گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی با ما صحبت می‌کرد. تشکر. متشکرم از شما.